إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت کترک پترک رتتا به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. منافقان از این می ترسند که مبادا سوره‌ای درباره ایشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دلهایشان است آگاه می سازد. بگو تمسخر کنید، بیگمان خداوند چیزهایی را که از افشای آن می ترسید برملا کننده است. اگر از ایشان بپرسی با تأکید میگویند ما صرف حرفی میزدیم و مزاحی میکردیم. بگو آیا به خدا، آیات او و پیامبر او تمسخر میکردید؟ بهانه نکنید، بیگمان بعد از ایمان خود کافر شدید. اگر ما گروهی از شما را عفو کنیم، گروه دیگر را که گناهکار بودند عذاب میکنیم. مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند، به کار بد امر می کنند و از کار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را از داد و دهش فرو می بندند. خدا را فراموش کرده اند، پس او هم ایشان را فراموش کرد. بیگمان منافقان هم ایشانند فاسق. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است، در آن همیشه به سر می برند. این برایشان بسنده